سلام، خوش اومده به ویدیوی دیگه. امروز میخوام بریم سراغ سوتی‌های برگاه امتحان دینی، امتحانایی که خودم گرفتم. مشتاقم ببینم توی کامنت ها نظراتتون چیه راجع به اینها. این ایده رو من خیلی وقت پیش داشتم، ولی خب به خاطر یه سری مسائل و یکی از اون مسائلم قطعا این بوده که باید خیلی برگه ها رو جمع میکردم. البته همش به امتحان دینی نیست، بعضی‌هاش هم امتحان عربی و اینا هست که خب همش رو دیگه من با هم یه جا امروز با هم دیگه بررسی میکنیم و بهش میخندیم دیگه. واقعا علت این که این سوتی‌ها رو بچه‌ها چرا دادن مهم نیست، نمیخوام راجع بهش صحبت کنم. مثلا اینکه اینا مال کدوم مدرسه است و کدوم مناطق اصلا مهم نیست، تو همه مدارس ممکنه اتفاق بیفته. بریم برای ویدیو امروز ببینیم با چی طرفی. اینجا معلم سوال کرده پیامبر قبل از پیامبری به چه نامی مشهور بود؟ اسم پیامبر چی بوده؟ گفته لیلة القدر. چجوری تو قبول شدی؟ چجوری تو نمره گرفتی؟ اینجا دوباره سوال کرده پیامبر قبل از پیامبری به چه نامی مشهور بود؟ گفته عالم دینی. یعنی تمام عالمای دینی ما الان میتونن پیامبر بشن از نظر این دانش آموز. 3 ویژگی مهم اخلاقی و رفتاری پیامبر رو نام ببرید. خب 2 تاشو درست نوشته تقریبا. یکیشو گفته با حیوانات غذا میخورد. منظورش این بوده که به حیوانات غذا میداد، البته طبیعتا، ولی خوشحالی حضرت فاطمه از به عهده گرفتن کارهای خانه به صفت چاکدامنی ایشان اشاره میکنه. یعنی واقعا قطعا جز دانش آموزایی بوده که کلن هیچی نمره نگرفته ها. خودش اگه بدی بخونه قطعا یه چیز دیگه میخونه. سوال کرده معلم آثار صدقه رو نام ببرید. گفته نجات از مرگ. این که صدقه بدی یه مشکل نداره، راحت صدقه بنداز. 5 تومن، 10 تومن، 20 تومن، هرچه بیشتر بهتر. 10 میلیون صدقه بده، 10 میلیون نذر امام حسین بده، 100 سال عمر میکنه. کسی 1 میلیون بده 90. دوباره سوال کرده پیامبر قبل از پیامبری به چه نام مشهور بود؟ گفته علی. این احتمالا اسم خودش علی بوده، گفته بذار بنویسم. اینجا نگاه گفتیم رفتار شخص خوش اخلاق و بد اخلاق رو در مواجهه با شخص فقیری که کمک میخواد بگی. خوش اخلاق گفته سلام، شما چی میخوای بهت بدم؟ بد اخلاق گفته برو بابا، چقدر چی هستی؟ چقدر کثیف هستی. فکر نکنید اینا سوالات ابتداییه، اینا هیچ کدوم من ابتدایی نیست، همش مال متوسطی اول. شعر شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند و چیکار کنید؟ بیاید توضیح بدید، توضیح کوچیکی بدید. وقتی اومده چیکار کرده؟ گفته همون رو نوشته اشتباه، کفر نعمت از بدنم بیرون شود. اون یکی گفته بود از بدنش بیرون میشه، اگر دقت کنیم بله از بدنم بیرون شود. به نعمت‌ها شکر کنید، بعد نعمت از کفن تو بیرون میآید. یعنی هر چی شکر کنید باید حتما یک کفن بخرید. همینجور نعمت و آب میوه و پول و طلا و ایناست که از تو کفن میزنه بیرون. این اون سریال کت جادویی بود و بد اخلاق تو گور آدم را میرفت. این یکی خیلی خنده داره، میگه خوشحالی حضرت فاطمه از به عهده گرفتن کارهای خانه به صفت بله ایشان اشاره میکنه. واقعا سخت ترین درس الان برای معلم میخواد درس بده تو کلاس درس دینیه. یا یه چیز دیگه، خوشحالی از فاطمه از عهده کارهای خانه به صفت شوهر ایشان. نگاه بکنید، سوال پرسیده معلم، بعد برداشته همه رو تیک زده و زبدر زده. پاشیده شدن مغز تو دهنه و دهن تو مغزه. گفته خوش اخلاق با مهربانی کمک میکنه، بد اخلاق با کتک زدن به او کمک میکنه. میگه میشه همچین چیزی؟ میگه داری. پیامبر قبل از پیامبری به چه نام مشهور؟ امیر محمد. هر چه که فکری در ذهنت هست از کلت بیرون کند، یعنی که هر چه که ذهنت هست بگو. زندگی چه کسانی میتونه بهترین الگو باشه؟ زندگی کسانی که صورت خوبی دارن، یعنی هر چه خوشگل‌تر، هر چه زیباتر. این یکی دوباره سوال درست نفهمیده. گفته خوش اخلاق به همان یه ذره خدا رو شکر میکنه، بهش کمک میکنی. میگه بیا عمو جون این 10,000 تومن رو بسو. راننده اسنپ، موتور اسنپ میاد میگه من اگر میشه یه کمک که نه یه انعامی هم به ما بده. 5,000 تومن گذاشتم کف دستش. یه نگاهی کرد و گفت دستت لعنت. بالاخره خدا رو شکر. بعد اخلاق راضی نیست.
و همونم نمیگیره. ضمن اینکه آثار صدقه هم دوری از خوابه و مرگ، دوتاش با هم دیگه. معلم خط زده، قرمز مال معلم. اینا واقعیه اینا همش واقعیه. فکر نکنید اینا معلم نوشته یا اینا رو یکی دیگه نوشته یا اینا رو از تو اینترنت پیدا کردم. اینا رو خودم عکس گرفتم از همشون. همش واقعیه. پیامبر قبل از پیامبری به چه نام مشهور؟ این یکی ذره با ادب‌تر بوده، گفته امام علی. بعد از امام علی تبدیل شده به پیامبر. این یکی گفته پیامبر قبل از پیامبری به چه نام مشهور؟ گفته شعب ابی طالب. یعنی خود ابو طالب هم نه، شعبه ابو طالب. هاتانه وردتانه جمیلتانه. میشه جوابش این دو گل زیبا هستن. نوشته این دو دختر زیبا هست. یعنی بچه‌ها کلا همه ذهنشونو تو دختر بازی چطور میشه به یه دختری دستمون برسه، حتی شده ذهنی، حتی شده وسط امتحان عربی. گفتیم این متن درباره کدوم پیامبره؟ متنشو کاری نداریم. گفته فکر کنم بله. میگه عقاید خرافی رو بگید که امروز وجود داره. میگه زنده کردن گوسفند اصلا وجود داره که عقیده خرافی باشه؟ یعنی میخواد بگه وجود نداره نوشته خرافی؟ زنده کردن گوسفند میشه عقیده خرافی؟ از کی تا حالا؟ امام رضا درباره وظایف منتظران واقعی چه میفرماید؟ سوال معلم بوده. بعد گفته کارهای بد نکنی. این یکی خیلی فکر کرده. یه متنی تو کتاب پیام هشتم داریم که میگه که هر کدوم از فرشته ها مصالح ساختمونی قصر میسازن، خشت طلا و نقره میسازن بر اساس یه ذکری که حالا پس هیچ کدوم اینا نمیشه. آجر، گچ، سیمان. مصالح چیه؟ مصالح و لابد احتمالاً از بغل دستیش پرسته تقلب. مصالح گفته بذار بنویسم. تموم شده رفت. نمرم هوتوتو پر. پرسید تفسیر قرآن یعنی چی؟ گفته یعنی باز شدن قرآن و حدیث ثقلین. پس اگر گرفتی صلوات. گفته وضع جهنمیان در هنگام ورود به جهنم چطوره؟ گفته هیچی. با لباسهای ابریشمی و حریر، تختهای بزرگ و زیبا، اینها رو وارد جهنم میکنن. به راحتی ما هم گفتگو میکنن، خوش و خرم. سوال کرده در بهشت از چه چیزهایی خبری نیست. گفته آقا 1 خاک، 2 سنگریزه. علیرضا با تنها آبی که در اختیار دارد وضو میگیره. وضوی او صحیح است یا باطل؟ فکر میکنید جواب چی داده؟ گفته باطله، چون اگر با آن وضو بگیره تشنه میشه. همه نابغه هایی هستن که ما دور اطراف خودمون میبینیم ولی ازشون غافلیم. یک نمونه از امانتداری پیامبر رو توضیح دهید. پیامبر امانتدار چجوری بوده؟ گفته وقتی که آسیاب خورد و کون را از یک فقیر گرفت. چرا حضرت علی در مکان بیت المال نماز میخواند؟ چون اونجا رو دوست داشت. 4 تا پروانه چسبونده بود به دیوار، هدف خواست نماز بخونه. اینا رو نگاه میکرد، میگفت به محیط خوشگلیه، خیلی جای خوبی بود، خیلی جای گلی بود. یه نمونه از امانتداری پیامبر، هر چیزی که بهش میدادن محافظت میکرد. در میان احکام اسلامی هیچ موضوعی به اندازه عطسه بز اهمیت نداره. بالاترین حکم اسلامی عطسه بز. این یکی گفته در مراسم خاکسپاری آخرین سال عمر پیامبر، خاکسپاری داشتن میکردن، 120,000 نفر در صحرای حجاز حاضر. چجور میشه هم آخرین سال عمر پیامبر باشه، پیامبر زنده باشن ولی هم خاکسپاری هم باشه؟ چطور هم چیز امکان داره؟ عقل جنم نمیرسه همچین چیزی. حضرت نوح به مدت 1313 سال مردم را به مدینه دعوت کرد. اینا احساس میکنم این ویدیو بیشتر به جای اینکه ویدیو خنده دار بشه، اون تصوری که من همور کار داشتم تا حالا، بیشتر یه ویدیو جدی داره میشه بیشتر. این یه دونه فارسی، ببین چی نوشته. گفته معنای کلماتیز رو بنویسید. مثلا تسبیح نوشته ذکر، گفت پایین نگاه کنید گفته بسیاری نوشته کمی. یه چجوری حساب کردی؟ لامصب. جهاد با سرکشان، یه جنگ، مثلا گفته جنگ اوگود. بعد جهاد دفاعی، به یک کشور حمله کنند. فعالیت‌های دشمنان در اجرای جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی را نام ببرید. گفته پوشش. بعدی گفته کدام عبارت‌های زیر با کدامی که از ویژگی‌های پیامبران ارتباط بیشتری دارد؟ اولی جواب داده بله ارتباط بیشتری دارد. دومی گفته بله احتمال ارتباط کمتری دارد. چه کسانی به دوستان مانند شمشیری زیبا اما زهرآگین تشبیه شده؟ چه کسانی که به دوستانش خیانت می‌کند و از پشت به او خنجر می‌زنند.
نفهمیده این تیکه از مغز اصلا وجود نداره. جهاد با سرکشان رو نوشته شورش مردم برای گرانی بنزین. اینجا گفتیم حالات نماز رو بنویسیم. بعد گفته نشانهای بلوغ شرعی، گفته سیبیل در آوردن، زیر بغلهایم پشم در میارم. گفته 2 مثال برای پیشرفت علمی کشور نام ببر. واردات و صادرات. بعد افراد محرم برای مردان چه کسانی هستند؟ زنان بی حجاب و بی اخلاق. کلا حجاب ندارن، کلا دوست دارن. این سال مال که این سال مال وقتیه که مثلا الان رو سریا برداشته نشده بودا. مثل یه جایی رفته بودیم، یکی دوستای ما بود، اون خیلی آدم معتقدی بود. یه خانمی رفتیم جلوش صحبت کنم، گفت تو برو جلو صحبت. گفتم چیه مسئله چیه؟ اون دستکش دستشه، من نمیرم باش صحبت کنم که میشه همچین چیزی. و علت فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟ این یک از سوالات خنده‌داریه که همیشه تو امتحان میاد. گفته گناه های بیار، های بیار های نیار، های بیار های نیار. این یکی نشانه های بلوغ شرعی را بیان کنید. میخواید در گوشاتون رو بگیرید. مو در آوردن جاهای خصوصی و 2 مایه سفید رنگ. بعد افراد محرم چه کسانی هستند؟ دوباره همین استاد جواب داده. دختر خاله محرمه، دختر همسایه محرمه. مثلا هر گل یه بویی داره. مهم اینه که دوست باشن، رفیق باشن، رفیق نیمه راه نباشن. افراد محرم برای مردان چه کسانی؟ اصلا نداریم زن که محرم باشه. این دیگه گذاشته از اون طرف پشتمون افتاد. گفته یک شوهر، 2 پدره. با زنها حال نمی‌کنم، فقط مرد. علت فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟ نشست خاک که کسی متوجه نشد آنجا خاک کرد. 2 مثال برای پیشرفت‌های علمی کشور. ماشین‌ها، موشک‌ها. عزیزم من با شماره 2 موافقم، اما شماره 1 رو خداییش نه. یکی رفته بود فرانسه، ماشین پژو رو برده بود. گفته این ماشین چیه؟ خواهم تعمیرش کنم. گفتم پژو. گفتم پژو ما خودمون مال فرانسه است. پژو اینجوری نیست. بعد خلاصه یه هفته 2 هفته پژو اونجا مونده بود تا اینا بتونن تازه سر در بیارن که این چه جوری درست شده، لولش کجا داره میره، این چیه اون چیه. یه غلطای املایی که خیلی زیاد بوده. اصلا غلط املایی رو براتون نگفتم. خب نشانهای بلوغ شرعی. گفته دماغمان گنده میشود. اگر فقط پینوکیو دل دارد. همه الان به من توجه کنید، دست بزنید به دماغا. اگه دماغت کوچیکه بدون هنوز بزرگ نشدی، هنوز به بلوغ شرعی نرسیدی. پروردگارت بگو پروردگارت زن حضرت فاطمه است. پروردگار ما را نمایش خون بگردان. خب این از ویدیو امروز. امیدوارم که دوست داشته باشه ویدیو امروز رو. پیشنهاد بدید که ویدیو براتون چی بگذارم. قبلا 1-2 تا پیشنهاد برام اومده که برای سال 9 ویدیو بگذارم. آموزش تدریس و اینا تو برنامه‌ام هست. حالا ببینم که چه اتفاقی میفته تا ویدیو بعدی. بدرود.